بزرگترین پیشنهاد رشوتی که در دوران لویسارانوالی به شما شد چند بود؟ 8 لک دلار 2 دفعه. توسط کی؟ یکی بیدار زاده وکیل بود، یعنی میالی هم زنده است. از برای خود. شما نفر دوم؟ گوش کنه نه امی چی را میگم نه که چی قسم. خب جریان. من 900 لاری آهن گرفته بودم در هرات قاچاقی آمده بود و ای آمد برای ما گفت که ما ای اصلا یک مسئله تجارتی است، ما در این تجارت شریک هستم. 16 لک دلار قسمت ما میشه، 8 شستو 8 شزمه. خب پیشنهاد رشوت نبوده دیگه، ثابت صاحب شراکت پیشنهاد کرده بوده به شما. بسیار عادلانه هم بوده. 50-50 50%. هر مرا گوش کنید. بعد ما برای گفتم وکیل صاحب اگر این پیسه را یاد نمیکردی با خدا علاج میکنم. متوجه شدین؟ و یکی هم یک کسی هست که علموین است در یکی از این وزارت خانه و این را ما بندی کرده بودم در جلال آباد. هنوز بندی نشده بود مگر میفهمید که بندی میشه. یه نمی آقای ظاهر قدیر پیش ما آمد، برای ما گفت که نمی آدم میگه که اگر کسی مرا از روی څارنوال خلاص کنه 8 لک دلار میتونه شه. ما گفتم که 8 میلیون هم بهتر نمیکنم. متوجه شدید؟ با 2 آدم بندی شد، 7 ماه بندی بود. نمیتونه